دوستان عزیز، یک کاری عجیب شد. بار اول کتابچه ما زبان ازبکی نشر شد و ترجمان کتاب شویر آقای دکتر سیفالله قلعیف است. ایشون بسیار خیرخواهی کردن، تقریبا 70 شعر ما را به زبان ازبکی ترجمه کردن و به ما آوردن و ما نتوانستیم آن را چاپ نکنیم. بعد از فرصت استفاده بوده و ترجمان سیفالله کتابچه اولینی که مجموعه ترجمه های شعر من رو فرا میگیرن جستم.